در خانه نگاه کردی برفتی دلارام ای با من یک مسلیت نکردی برفتی ای جانم محبوب های بگفتی که دل بر دیوانه گشته ایلا ایلا بله بابا بله چی مایی؟ بابا از این سالا جمال کدوم کلانتره؟ بابا نمیه که دیگه او یک که؟ چند روز کلانتره بابا؟ شاید یک 10 دقیقه فرق داشته باشه 10 دقیقه؟ ایلا تو یک کار کنی کنی پیشین ما و سرا عباس اینا بی خیلت باش دیگه اما تو گپ زنه تو قد زنه تست کن تو وقت ما گپ زنم و تو تست کن ها؟ حالا ما چی میفهم که من چی بگم؟ خود چی میفهم من چی بگم ها؟ سیکو ها؟ مال به سرا عباس اینا به شیرینی خوری خبر کرده خب بفهمیدی ما دیگه رفته نمیتونم عوض به تو برو همین عباس همسای ما؟ برو رمضان ها دیگه شیرینی خوری؟ کی؟ ساعت 2 بیجه بفهمید یا نه؟ عوض به تو حالا برو که با پیار خدا گدوانه 15 عمال ساعت خونه زی کدو 15 دقیقه دگانه به نمونده خیال به تو بو گفتم که یعنی با خبر شی برو ساعت 2 بیجه بری شما به خدا بابا یعنی بابا یعنی پیار دارم که از این وقتا عروضه که شما خدا به دنیا داده پیار انمی امروز با من گفتین تو برو به شیرینی خوری واسه من نمیتونم چرا؟ سردل ندارم که من اونجا برم بشینم و اختلاط کنم خودم خب بابا با عباس و براره مثلا پیاره نمیگه که ما که پیار تو مثلا آدم کلونه بگفتم نمیگه خب بگی واسه بیام آدم چی فرق میکنه؟ تو بس کی آمده؟ بس پیار خوب بیام آدم آها بس پیار خوب چی میدن بابا بخورم خواهد چی داشتم دیگه؟ شیرینی چیزن داره خیلی پرت هسته تو سردل داری با یعنی گپای نمیزنه که ایرون بزنیم پس بابا میرم اون بالا ساعت 2 بجه بخی برو بابا خودجام کو جمیلیا رو انجام کو اینو که علف نوی علف خوشکار بابا تاک بیجی شما خیلی نکرده اینا مگر من کم سبس بدرم برم میگن تو آقا چرا مرد برو کمک علف اندره کو بیار بنده پیشینه دیوونه کشی بوم بخی سال ترمه کو وقت پیشینه خوبه بفهمیدی خوب بابا ساعت 2 بجه بری دیگه ولی آیا نره چشم بابا به خیال شما سرقی شده نمیفهم خونه ای بعده ای بعد نمیفهم با خدا بیده گیج نشدن گیله که عوض که کارو گنده میکنی تو دست میگه قد حالا به دل شما بابا راست میگی خدا این نونا سیاتی بوده که شما کلو شده بابا وقت تو خرامردا گونی خرامردا برای علف داره که بده خوبه بابا گردن باشه پیار ما مغز سر پیار ما خرابه همال میرون که حداقل جاشون بخونه به خدا همال میرون قرار که دیگه میشینه میگه تا 2 بیجه تا برو 15 دقیقه با نمونده به 15 دقیقه میرسو تا به 2 بیجه حداقل چاشت هم گردن نمیگرده میگه شمشیر دیدی مرغ بزن مرغ اگه نبود خرگوش وضعی شوروا کو سلام شب بسون شتن اینجا خیرات تیار افشید اینجا فاصله خدا سلامت باشی تو لگه میزه دار کو مفت دو زبا درست به چیگا پای خیرتی یالا کابوس چی یالا کنم آخه امرو به شیرینی خوری نیه خرت خرت نمیدیم میمونا خوب گیلا که بیان اینجا دا کجا بیان بشین خوری رستی پیار ما به شما سلام میگو بعد از سلام گفته که من سلیت گپای چیز ندارم ما برو اینجا بشینم چرند گوش کشو منه تو عوض ما برو پیار تو میته گفته ها تو گیلا گومریزم رستی گومریزم ایت نگفت خوب اول کال ساعت چنده مدام کارکات کدوم سر 15 بنو بیخور اما 9 15 خیلی بیدار 9
خب 15 دقیقه هم شاید بیامده باشم. خب شیرین خوی ساعت چنده؟ آلک تو ساعت چنده میدی؟ بیار مگو دو بالا. خب تو چرا نمیدی؟ مگو تو برسون زود. اوله که تو نباید بیامیدی. چرا؟ تو نباید بیایی. چرا؟ ما پیار تو گفتیم تو نگفتیم. کو تبادله کا پیار من. گیلک تو ما ساعت خرابه. ساعت 3 بجه شروع میشه شیرین خوری. پیار من کو بدوه. خب هسته تا مردم بیان شلوغیش ساعت 3 بجه میشه. زودی خلاص میشه. یعنی بس سیه. دیو من که تو خود نباید بیایی. سیان خودی از یک تا تو نگذارم خانه بری. و پس من اینجا میشینم تا 3 بجه شد. وقتی گیلک جان بعد